چهره فرزانه ناز از 360 درجه. فرزانه چرا در ایران جراحی صورت انجام داده است؟ اکنون فرزانه ناز کجاست و دوست پسران ایندی فرزانه ناز کجاست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند خوب، جوان و نه چندان تازه کار در هنرمندان افغانستان است. فرزانه ناز کارهای هنری خود را از سال 2008 آغاز کرد. فرزانه ناز در آغاز کارهای هنری خود چنان در میان مردم به اوج شهرت رسید که همه فکر می‌کردند گویا فرزانه ناز در آینده نغمه افغانستان شود. اما رفته رفته فرزانه ناز علاقه فراوانی که به سینمای هند داشت و کار در سینما داشت نتوانست کار هنر خوانندگی خود را به اوج احسن به پیش ببرد. با آنکه فرزانه ناز کنسرت‌های مختلفی در شهرهای افغانستان برگزار کرد و در ضمن آهنگ‌های مشترک حتی با هنرمندان مشهور افغانستان هم سرود، از جمله طاهر شباب. فرزانه ناز برای مدت طولانی در کشور هندوستان بود و در کشور هندوستان به کارهای رسانه‌ای خود ادامه داد و در چندین فیلم هندی نقش کوتاهی بازی کرد. فرزانه ناز در کشور هندوستان با پسران هندی چنان رفتار داشت که همه فکر می‌کردند گویا دوست پسرانش باشد. اما فرزانه ناز با آنکه بگو مگوهای فراوان در هند برایش ایجاد شد، خواست سفر کند به کشور دبی. اکنون فرزانه ناز در دبی زندگی می کند، ولی چند روز قبل به خاطر دیدار خانواده خود به کشور ایران سفر کرده بود و در کشور ایران چند جراحی صورت و زیبایی انجام داده است. اما بدبختانه فرزانه ناز توسط پلیس ایران به اخراج اجباری مجبور شده است و فرزانه ناز را از کشور ایران به دلیل بی‌حجابی اخراج کردند. فرزانه ناز اکنون در دبی است و در آنجا هم می‌خواهد به کارهای هنری خود ادامه دهد. به هر صورت ما آرزوی سلامتی، موفقیت و طول عمر برشان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.